هوشیار باشه. پس اینجا اومدن؟ بیا زودتر از اینجا را بریم. از اینجا میرویم. سیوچار چین مرکز و قبرستان نشانتپا فورا یک گروه را روان کنید. مرکز سیوچار چین فرمان فرودارو آماده ایستاده است. در پایین حمله‌گران یکی موزه اخواگر میباشد. با دقت باشد شاید سلاح داشته باشد. سیوچار چین مرکز نفهمیدم نام شخص را یک بار دیگر تکرار کنید. یکی گندوزه. مرکز فهمو آیا عکس این شخص را روان کردن میتوانید؟ مرکز سیوچار با تلفن روان میکنیم. وقتی اومده است که از حریف خلاص شویم. پلیس میآید. اگر پارونی دقت آنها را جلب میکنیم بیا میرویم، وگرنه دستگیر میشویم. اومدن گیرد یکیت را نکشته به هیچ جا نمیروم. هرگز شما نپرانید که کار رسوا می شود. اکا آدم‌هایی که میپرونن کیستن؟ نمیدانم خیلی، اما گناه را به سر ما میزنم. شاد باشید. این سلاح را گیر در دست تو ایستد. بایش سردارم. بیا گریزیم، نباشد ما را دستگیر میکند. بیا زودتر زودتر. آسخان، نوریدین، سلاح ها را پنهان کنید. پلیس ها می آیند. یکی چیکار میکنی؟ زود پنهان کن. اکا در کار نیست نکن. در اینجا آدمان بیگناه میمورند و تاست چی نشست آنها را تماشا کنیم؟ سلاحت را پرتاب. ایستد حرکت نکنید. پرونم. هیچ کس حرکت نکند. سلاحت را پرتاب. حرکت نکنید گفتم. پرتاب سلاحت را. دست ها به پشت. ایسته چیکار میکنید؟ تو برای جنازه رفیقمون در اینجا بوده. خاموش ایست. گوش کنید، ما هم از طرف شما هستیم. همین خیر، اما ما نیستیم. کمیسرم کسی را پروندن میخواست. یکی گندوزار شما هسته؟ نه، بار اول میشنم. همراهی ما با امنیت میروید. شما خطا میکنید. راه گرده. راه گرد. راه گرد. سرده مرا. زودتر راه گرد. راست در ماشین سلطان عبدالحمید بام برا من گذاشتم. درست میگی؟ میگوید که حجومگرگری دولت جنایت صادر کرده. آیا این راست؟ آیا من به قاتل مانندم؟ چرا نه؟ این در باشد من شما رو به اینشتین مانند کردم. بس است. حکمت جانم خلاص شد. تا آخری عمرت از محبت نمی برای خاطری نابکار. خدا گو که من نبرایم. در روی خط شخصانی که باید زیارت کنم نام تو یکم است. اکا جان گوش کن، ما بیگناه هستیم. با شما میگویم که خطا میکنه. گوش کن اکا، ما هم فرزندان همین ملت هستیم. میدانم با یک خطاگی راه دادیم، اما توبه کرده راه راست را یافتیم اکا جان.
برادر خاموش شو. اگر بیگناه باشی نبروی. خیری خب کن دهانت رو نکشا فهمیدی؟ اکا محلی کارو میجویم تو باشی مرا سرزنش میکنی؟ خاموش خیری. با شما خوبی نمیارزم دیگر دهانم رو نمیکشی. زودتر خاموش شو. خفا بکنید ما رو آزاد کنید آزاد کنید. به هر حال یک مدت از یگید خلاص شدیم. بیا میرویم. میخواستگی سخنها را گفتم. حالا باشد شما خواستی مرا به جا بیارید. خواستی تو چیست؟ ماده 11 آیین حزب‌های سیاسی را تغییر دهید. برای چی؟ برای اینکه نماینده ملی شوی؟ گوش کن، یک چیز امکان پذیر میخواهی. بعد از این قدر حادثه اگر قواهای خارجی به تو مدد کنند هم میدونی که این خواست تو امکان ناپذیر است. نباشد به من کمک کنید که از دیگر دولت پرسان شوم. راست گپ این را خودت از من دیده بهتر میدانی. خودت را تسلام میدهی. دنیا تغییر مییابد. در ساختارهای نو برای تو جای نیست. یک دادستان نوی بین المللی ساخته شود. مرا از سر نو به دادگاه کشید. یگان دادستان به تو مثل دادستان‌های ترکیه معامله نمی کنند. در طول 20 سال جان 25,000 نفر را گرفتی. حالا هم زنده ای. علاوه بر این با طریق ادوکات‌هایت گروهت را راهبلدی میکنی. اگر خواهی باز به تو یک تلویزیوری کلان روان میکنیم. برنامه‌های سلسله فیلم‌های خوب نشان میدهند. با 5 نفر رفیقی که دولت روان کرده است یک جا تماشا میکنید. خیر باز یگان سخن دیگر داری؟ به شما همه چیز را نفهماندم. مثلا بایگانی مخفی گروه تروریستی را. حالا نه، اما یگان وقتی مساعد اعلان کنید که گویا من مردم، مرا جراحی پلاستیکی کنید، یک هویتی نو دهید و تا آخر عمرم مکانی خاموش در بایگانی هم هزارها حجتهای مخفی دارم. حتی راضیم که در افریقا عمر بسر برم. برای چی خاموش ایستاده ای؟ من خواست شما رو برآمده سخنرانی کردم. اگر من سخنرانی نمی کردم در این سرزمین اغوا حکمران می شد. تو فقط حقیقت را فهماندی. اگر فکر کنی که با تو شرطنامه بستیم خطا میکنی. خیر فرض کردیم که این شرطنامه تو را ما قبول کردیم. از محبس آزاد شدی، حتی وکیل ملت شدی و تو را در دادگاه سفید کردند. آیا فکر میکنی که 70 میلیون تو را میبخشد؟ 3 سال شد که جنگ خونین را آغاز کردی. چگونه جواب مرگ هزاران آدم را میدهی؟ بیچارگان را فریب کرده به کوه پشته برآوردی. چگونه جواب شهیدان جوان را میدهی؟ علاوه بر این تو با ما حق شرطنامه بستن را نداری. بعد از این ساعت کاری تو تنها کتاب خواندن است و در جزیره کیف و صفا کردن. دیگر از این ملت انتظاری چیزی نشو. بگمانم که باخوری تمام شد. کنی خیز؟ تماشابینان گرامی، حالا به دستمان باز یک خبر دیگر رسید. ملتچیان ترک با انقلابچیان جوان کرد در قبرستان نشان تپه با همدیگر زد و خورد کردند. طبق رسانه ها یگید گندوزال در عین واقعه با سلاحش دستگیر شده است. آقای مینک، شما در این موضوع چی گفتنید؟ من باشد
در حال باید کمیسیه تطبیقاتی تشکیل کنم. این شخص باید در نزد عدالت حساب دهد، باید برای جرم کردهش حسابات دهد. از اینجا به تمام خلق کورد صدا میکنم، خدا میداند این آدم در شرق انادولو چندین جنایت را صادر کرده باشد. گوش کن ندیم جان، از دولت باید حسابات پرسند. آقای مینیک، اصلا در اینجا یک سوالی خیلی مهم است. این آدم برای کی کار میکرده باشد؟ این وظیفه را با او کی داده است؟ مغزی گفت گفتی ندیم جان. نامی آن شخصی که تشکیلاتچی این کارها است حالا به تو میگویم. این آدم مظهر سایسلم. این آدم کیست؟ آیا یگان معلوماتی دارد آقای مینیک؟ البته که دارم برادر جان. انا به این رز نظر کن، رحمتی رئیس جمهوری اما آقای تورگوت آزل یک ماه بعد از گرفتن این رز آقای آزل وفات کرد. در این رز با ادمیرال بیتلیس است. بعدی 15 روز ایشم رفت ندیم جان. خیلی عجیب آقای مینیک. ایست حالا تمام نشده است. انا بین بازشی ها دارم. در این رسم با عدنان قهوه‌چی است. این هم در یک صدمه وفات کرده بود، این خیلی نیست؟ چی خیلی که فهمیدید این آدم به نزد کسی رود نابود می شود. در این دولت چند نفر وطن دوستی که بود همش را نیست کرد. از هنگیش هایی کرده ای من در سالهای 90 در تمام جنایت ها او شریک بوده است. اکنون خودت فکر کن که نوبتی کی است؟ آقای مین، آیا این آدم تا حال در بین ما می باشد؟ آیا این دهشت نیست مگر؟ دلم از کار میماند. شرمندگی است برادر، شرمندگی. این آدم دیده و دانسته رفته در جزیره سوی قصد را تشکیل کرده است. تصور میکنی دولت را به خونستان تبدیل میدهد. باید حسابات دهد، باید دستگیر شود، حتی به دار کشیده شود. ببخشید ما را تنها گذارید. لبای آقای مظهر، کمی پیش یک معلومات گرفتیم. یگید باتوز و خیر را پلیسا از قبرستان دستگیر کردند. آیا میدونی که آنها را به کجا بردند؟ هنوز یگان معلوماتی نداریم. جسته ایستادیم. نباشد کابید، اگر یافتید به من خبر دهید. خوب شده است جناب. آقای مظهر رسما از مغلوبیت به برد این کار را تبدیل داده است. این خیلی نقشه به فکر شیطان نمی آمد. شیطان از اینها فکر و اندیشه میپرسد. سردارم، یگید گندوزال و همراهانش را به اینجا آوردیم. مالش تشکر. اگر اجازت باشد اول من میخوام با آنها در تنهایی بخورم. البته آقای مظهر، البته. آنها بیمارن. چه خیلی این کارو کردن نفهمیدم اکا. تو در اینجا جانت رو به خطر انداختی. اکای ثابت رو کشتن. ما چی کار میکنیم در اینجا؟ خیری آرام شو. چه خیلی آرام شوم، چه خیلی اوف. بخیر است آقای مظهر، چرا ما در اینجاییم؟ با شما یگان کار نمی کنند. اصلا هدف آنها منم. آخرین ناحقی است آقای مظهر. اکای ثابت برای دیگر که از جانش رو فدا کرد. آدم بر این به جنازه او رفته. آیا برای کاری بی‌شرفی آنها دیوانه نشویم؟ یا اینکه برای بستن دستای اکای یگید مثل دزدان دیوانه نشویم؟ حیران شده مانده. خیری آرام شو. نمیشوم اکا، دیگر آرام نمیشوم. میبخشید آقای مظهر. بس کن خیری، خب کن. اکا چه خیلی خب کنم ها؟ به نهایت غضبناک شدم. تو برادر باز انتظاری چی بودی ها؟ آفرین خیری، انا گیر به تو میدن اطلاع گفتنشان را انتظار بودی ها؟
آیا ما در وقتش 10 بار شطه نخورده بودیم؟ آیا فکر نکردی که یگان روز از ما حسابات بپرسند؟ آنها را در کوزه شناده سرهایشان را سوراخ نکردیم؟ شکنجه نکردیم مگر؟ بله کردیم، اما آنها در مکتب بمب گذاشته بودند. در مسابقه رسم کشی چند کودک را کشته بودند. یک بار به خاطر بیار. چرا آنها را به پلیس تسلیم نکردی؟ چرا به دستتان نکشیدی آنها را؟ اکا برای آنکه خی گفته میبر اومدن از آنجا. هر چی خواهی گفتن گر خیری، ما خطا کردیم، این را باید قبول کرد. جرأت نخواد که 10 گناهانی کرده امان بی کفارت ماند، نخواد که بی جزا مانید. خیر گناه داریم اما حاضر نه. اگر تو نمیشودی حالا کوچه‌ها پر از خون میشد. دروغ میگویم. اگر اکی ثابت خودش رو فدا نمیکرد در دولت جنگ سر میشد. تو میخواهی یا اینکه نمیخواهی یک روز نه یک روز از ما حسابات میپرسد خیری، و آن روز همین روز است. خودت را بیهوده خسته نکن. اما شخصی که برای گناهانش توبه میکند مثل آن است که گناه نکرده است. همه یک قطار خطاگی کرده ایم، سهو و اشتباهات را صادر کرده ایم. شاید حق باشیم، اما فراموش نباید کرد که در راه راست هم باشی باید راننده هم ماشین را راست طی کند، نباشد از بی خطری های راه نجات یافته نمی شود. هرگاهی که به یاد می آورم دیوانه می شوم. من چرا اینقدر ظالم شده بودم؟ چرا اینقدر بیرحم بودم؟ تبریک یامینیک. حیران نمایشی تو شدم. هیچ گپ نه پیکاس. من زمینه رو برای شما تیار کردم. باقی کاری خودت. حالا این طرفش رو حل کنیم باقی کار آسان می شود. چرا ما در اینجاییم؟ حرکت گفته سال 93 تو را فکر دارم. در نقشه همون قهرمان های زیادند. آیا به کدام اصول فرمان می دهید که نقشه 93 را اجرا کنیم؟ دانستن میخوام مدیمک یا حادثه قهوه‌چی؟ کدامش؟ با فکر تو در درون این ماشین چند افسر است؟ چون؟ با فکرم 25. بیا شاید در آنجا 33 نفر گوییم. وای 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 وای، یعنی که 33 افسر میخوام مثل در بنگال بوده باز در مرکز شهر پخش مستقیم آسان شود. بله عیناً همین خیر. این خلق به عقل با دیگر راه بیدار نمی شود. نمی شود محترم نیک نمی شود. آیا با فکر تو وقت نرسیده است که اغوا را زیاد کنیم؟ دیدن در کار. با دفتر رفته مفصل صحبت کنیم می شود؟ های البته عاشق همه خیل صحبت هایم. شیرکم با دفتر می رویم. یک مدت در شبکه‌های اخبار به جای اول میبراییم. بیشک خودت را تیار کنی خوب میشود دیگید. ما را خائن اعلام کرده آنها گناهکار اعلام میکنند. هرگز اهمیت نده. به یگان چیز اعتباری نمیدهم، لیکن دوسیه سخنانی آن حریفان فروخته شده اینش حقیقت است که به ما فشار زیادی خواهند آورد. این بازی چندین ساله آنها می باشد. هم میزنند و هم گریه می کنند، هم اغوا انداخته جنایت صادر می کنند و هم پیشکی طبق سیناری تیار کرده شان گروهی گناهکاران را یافته تهمت می کنند. بعضا شخصان مثبت را، بعضا ملتچیان را و بعضا دینداران را زیر هدف قرار می دهند.
از کیم کدام کمیسی گفتگوی سخن میکنند؟ یا قطار روزنامه‌نگاران، دادستان را و حتی از داخل امنیت دیگر گروه ها به ما حمله میکنند. خیر، فرض کردم که برای حفظ کردن. بعد چی می شود؟ اگر خائنان دست به دیگر عملیات ها زنند چی؟ میدانم که در این دولت هزارهای گیت ها هستند. شاید هزاران دیگر حالا آماده می شوند، اما کسی جای دیگری را پر کردن نمی تواند. تو همانی که هستی گیت، برای من، برای این دولت، برای خلق تو بسیار مهمی. لطف شما خیلی زیاد است جناب. پس اکنون چیکار میکنیم آقای مظهر؟ نگران نباش، یکون راهش را میابیم. به این هم در رسمیت تو در قطار مرده به شمار میروی. وقتی که از تو پرسیدند میگویی که من از یکون چیز خبر ندارم. میگویی که من در حبس بودم، یکون چیز را نمیدانم. از محبس اجازت گرفته به جنازه رفیقت رفتی. سلاح چی؟ از آنی تو نه، در عین زد و خورد از زمین یافتی. میخواستی که خودت را محافظه کنی. چه خیلی که نباشته در نامی تو به قد گرفته نشده است. باقی مانده ای کار را به من واگذار. خوب شده است جناب. میبخشد که گپی شما را بریدم، اما برای تطبیقات سوی قصد کمیسیه تشکیل دادند. میخواهند که یگیت را زیر سوال قرار دهند. همینش نمیرسید. اکنون آنها از پشت فیلم میسازند. من یگیت بر این وطن دوست را لقمه آنها نمی کنم. در این کمیسیه کی بوده است؟ آقای مظهر به کجا؟ به یک کس زنگ زدنم در کار. کمیسیه با شما واخوردن میخواهد. امشب با شما هم گفتنی های دارم. چی سوالی که دارند جوابشان را میدیم، نگران نباش. اگر طاقت و جسارت گوش کردن داشته باشند. یگید چه خیلی که سخن کردیم. فهمیدم جناب. خوش آمدید. خوش باشید، خوش باشید. در قبرستان چی کار کردید؟ یگیت رو پلیس برد. خوب شد، خوبش کردن. حیوانهای مرا از گریستون روان کردند. اکنون در نزد عدالت جوابشان را دهند. کاری خوب کردی. روز تا روز تو را بسیارتر نزدیده ایستادم لیلا. آیندهش درخشان است. الو. مایلش بسیار خوب. فهمو اگر یکم پیشروی باشد با من خبر دهید. چی شده است؟ مظهر امشب از سوراخی که پنهان شده بود میبرآمده باشد. و کمیسی تطبیقات علیه سوی قصد بیانات میداده است، چون پشتیبان یگیت. انا این خبری خوش. پس چیکار میکنیم؟ با کمیسیه میدراید بعدی برآمدن راست با زیر خواب میدراید. آن طرفش را خودش میداند. این کارو کی میکند؟ برای چی تو نه؟ آیا این کارو میکنی؟ البته که میکند. با دل جان. اجازه دیدین شرف نصیب من گردد آقای پیکاس. کاری که با یگیت کردن نتوانستم با مظهر خاتمه اش دهم. چه خیلی که میخوایی چای چی؟ در بین خودتون حل کنید. چای چی میکنن؟ چای چی؟
عالی جناب امروز در کمیسیه ifade می‌دهد او را همراهی کنید. اطاعت سردارم. تو چی کار میکنی؟ دستهایش را میبندم آقای مدیر. اگر امروز این آدم نمیشد در این دولت جنگ سر میشد. با او مثل یک قهرمان رفتار کنید. نسبتش به انتظامی نکنید. تشکر آقای مدیر. سلامت باشید. ببخشید مدیر. مرحمت. جنابان شما را با آقای 9 میلیمتره شناس کنم. او قاتل ماهر است. من بینم ممکن؟ گرفته بین. وای باری اولی خیلی چیز رو میبینم. از بلگی آوردم. در دنیا تنها از این 10 دانه است و فکری من برای این گونه شخصی مخصوص همین گونه سلاح مخصوص لازم است. اینش باشه تیرهای اوست. تیرهای زور بوده کو؟ بله با متل میسی مخصوص تیار کرده شده است. آیا میدونه که متل میس چی است؟ کیامینیک؟ خصوصیت های اساسی تیرهای از میز تیار شده در آن است که آن به آسانی پاره پاره می کند. برای همین به مغزش خطها می کشند. وقتی که تیر از سلاح برآمد آن گرم شده آمیخته های در درونش بوده به آب شدن می درآیند. وقتی که تیر به تن کس درآمد طبقه بالای تیر گشوده شده و آمیخته های درون تیر بوده در درون انسان خنک می شوند. از سبب خنک شدن و پهن شدن آمیخته درون انسان زهرآلود می گردد. اگر تاب خورده رفتن تیر را به این نوبت گیریم، تیر در بدن انسان یک سوراخی خرد کرده و هنگامی برآمد از خود یک سوراخی کلان را باقی می گذارد. وای عالی. دیدید عالی جناب مادران چی چیزها رو تولد میکنن مادرها. رفتن لیلا شرط نیست. چویچی تنها خودش این کار رو حل میکند. چه خیلی که خواهید جناب. لیلا تو از پی آقای مظهر شده مکان او رو بفهم. اگر یکون تغییرات شود به ما خبر بده. خوب شد است جناب. دستگاه مشتری خاموش کرده شده است و یا بیرون از منطقه فعالیت قرار دارد. بلو سند. این را بینید در 2 روز اینجا مثل خونه عجوز کمپین شده است. چرا در خانه کسی نبود؟ خیلی چیکار کنیم؟ دادا بیایید به یگون خونه دیگر کوچیم. مثلا به کجا؟ در نزد خونه بابایم خونه های بسیار می باشند. حالا هم در فکری همون جایی؟ تو چی ها میگویی؟ دیوانا بر این گپ نزن. حالی این خونه رو بین کدام روزی به سرمون می افتد. من دیگر دادوای نمیخواهم. این خانه چیکار کرده است کی؟ یکی خانه نازنین؟ خلق در این زمستان خنک در یک خانه خردکک زندگی میکنند. کمی شکر کنید. الحمدلله. خود نمایی نکن. حاضر من خانه را تازه و پاکیزه میکنم. شما غمشون نخورید. ما هم با شما کمک میکنیم دادا. من باید درس سیر کنم. معلش شما کارتان را کردن گیرید. در خانه بابایم خدمتگار بود.
منم میکشم. سلام سردارم. سلام. خانه رو تازه میکنید سردارم؟ نیازی این هجویه رو بعد یادم بیار پس میخواندم. میبخشید سردارم. بخیر است؟ 2 دقیقه گپ زدن ممکن است؟ بچه ها ما رو تنها گذارید. بیا رویم. چی نیازی چرا راست میستی؟ خوش چی گفتنی بوده نیازی؟ سردارم امروز با شعبه سیلامی گفتنی یک شخص زنگ زد آیدی مسئله پدری زنی شما. نه با گفته او امشب با ماشین ها سلاح میبرند. 1-2 سراغه و رقم ماشین را هم داد. نخواد خدا خواهد این مراتب خطا نمیکنیم نیازی. بسیار خوب اما این آدم کیست سردارم؟ با او چگونه باور کنیم؟ مجبور باور میکنیم نیازی. دیگر در دستمان یگان دلیلی نیست. توکل به خداوند کرده میرویم. به این هم سینانی خواهین یک روز نه یک روز به دست نمیافتد. دیگر علاج ندارد. اتوبوس همیشه در 1 ساعت معین حرکت میکند. از اینجا به اینجا، از آنجا به این طرف میگردد. یگان پاسبان نیست؟ شاید در پیش 1 تا باشد. فهمم. اول مظهر بعد افسران. باز این سوی قصد مثل در جزیره بوده نشود که خودمان را نیست و نابود کنه. یا بلا کرده این کار را حل کن. حل میکنم غمش رو نخور. الو پیکاس. اوه سینان جانم چه خیلی؟ خوبم. امانت های چاچی در راه هستند؟ همش در راه است. به طرف استانبول می آید. بسیار خوب خودت را احتیاط کن. تو بازدید. تنها گروه ما می رود به عملیات. فهمیدی نیازی؟ تو، من، ولکان، گاخان و توپرک. همین قدر. به کسی باوری نمی کنیم. متاسفانه آدم های تو نیز در درون ما گوش دارند. نگران نباشید سردارم. من آدم های خودم را 1 به 1 آگاه میکنم. الپرین تو رو میکشم. یگان کار کردن نمیتوانی. نوربانو الپرین باز چی شد؟ دادا با او یگان گپ گوید مرا دیوانه میکند. دادا من یگان کار نکردم. خب کن دروغ نگوی. دخترم چی شد؟ چرا دادرت را پیش میکنی؟ دادا مرا به غضب میآورد. هر خیل سخنها میگوید گویو که من به خانه بابایم میرفته باشم. مایلش دخترم من گپ زدن گیرد. او دادر توست. زبان سخت باشد اما دلش صاف است. در این دنیا تو رو با کسی عوض نمیکنه. شما همه وقت طرفداری او هستید. دارد ندارد یک پسر دارد. اوه چرا که سخنها میگویی نوربانو سلطان؟ من کی شما رو پسرم و دخترم گفته جدا کردم. هر دیاتون با من برابر هستید. من در این خانه زیادتی میباشم. اگر او چند میشدد این خیل نمیشد دادا. دختر زیبای من این که سخنها رو بیهوده نزن. گوش کن بیهوده دلت رو نرنجان. نسبت به یکدیگر باید با صبر و تحمل باشی. گوش کن الپرین تو هم از حد نگذران آخر. زودتر با اتاق قدرم. زودتر. سردارم نوربانو اکنون دختری کلان شده است. در این سن و سال این خیل کارها شدنش ممکن است. من فرزندم رو میشناسم نیازی. وقتی آخر اونقدر حالش خوب نیست. فعل و رفتارش تغییر یافته است. انشالله عاقبتش بخیر می شود. انشالله. لبای نوربانو جونکم چی خیلی؟ من اپت ارزویم. سلام اپای ارزو. نوربانو چی شد؟ تو گریه میکنی؟ چرا آوازت گریه آلود است؟ نه خوبم. شما چی خیلید؟ چی کار کنم جونم؟ تو را یاد کردم. یک زنگ زنم گفتم. من هم شما را یاد کردم. کنی گپ زن برای چیزی شدی؟ بگمانم که دلگیر شده است. کمی گریه کرده است. کنی فهم چی شده است؟ چی شد جانکم گپ زن؟ هیچ چیز نه. از کجا دانم؟ خودم رو در این خانه تنها حس میکنم. هیچ کس مرا نمیفهمد.
گوش کن جونکم. از دادات جواب گیر. همه یک جای به خوراکی شام خوری میرویم. هم دردی میکنیم. با من باشد میروم، اما دادام اجازت نمیدهد. چی خیلی اجازت نمیدهد جونکم؟ آخر تو دختری کلان شده ای. تو حال از دادات اجازت میگیری؟ باید به تو گفتنی دارد. ها؟ همین خیل؟ اویدی تحصیل جونکم. اگر اومده توانی بعد همش رو گپ میزند. مایلش جونکم. یگان نویگری شد، به شما زنگ میزنم. اگر اجازت گرفته توانی ما در مرکزی کدیکوی میشویم. باز برای خودم لباس میخرم. اگر بیای برای تو هم یگان چیز میخرم. مایلش خیر. تو باز دید. نوربانو لبای. نوربانو دخترم با پایان بیا. آمدم. لبای داده. دخترم من این شب یک کاری مهم دارم. دیر می آیم. شاید آمده نتوانم. آیا شما رو به خونه یکی نیازی برم؟ داده در کار نیست. ما در خونه می ایستیم. باید در این خونه عادت کنیم. همین خیل نه؟ به این هم در کارهای شما زود زود این خیل حادثه ها روی می دهد. فهمیدم. مگر نمی ترسید؟ نه از چی بترسیم دادا؟ خوب مایلش بسیار خوب. نیازی من تیار شده می برایم. خوب شده سردار. در حدیث اومده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. شینید. Yigit Gunduzalp تویی؟ نه. پس فاتح مردوغلو کیست؟ منم. نباشد یگید گندوزالپ کیست؟ من از کجا دانم؟ این نام را بار اول میشنوم. میگویند مرده است او ولی از نام دولت جنایت صادر کرده است. بله، این گپ ها به گوش من هم رسیده است، اما متاسفانه دهان آدمان را بسته نمی شود. جایی که آدم هست البته گپ هست. با ما راستش را بگوی، یگید گندوزالپ تو هستی یا نه؟ گوش کنید، من فاتح مرداغلو می باشم. سال گذشته یک جنایت صادر کرده 2 سال و 4 ماه جزا گرفتم. شخصی مرده رفیق نزدیکم ثابت بود. برای اشتراک در جنازه او از محبس اجازت پرسیدم و به من اجازه دادند. مرحمت، رفته همه این حجت ها را بینید. خواهش میکنم اتاقم را سنجش کنید، قیدهای محبس خانه را تفتیش کنید. همش به قید گرفته شده است. راستی من نمیفهمم که چرا مرا به اینجا آوردند. نوارها چی؟ وقتی که در جزیره قصد کشتن محبوس را داشتی تو را به نوار گرفتند. من چه خیلی به آن جزیره در آمده باشم؟ اگر یک محبوس به حبس خانه ای که امنیتش در درجه عالی می باشد آزادانه در آمده تواند،
پس شما پیش از من باید دیگران را زیر تفتیش قرار میدادید. همینطور نیم اگر؟ گوش کنید، در نوار کسی که باشد من نمیدانم، اما انیق که وی من نیستم. چرا آقای مسر تلفن رو نمیبردارد؟ بیا مرحمت جنابان. با اجازتتان من میروم پیکاس. امانت را هم گیر. این کار را حتما تمام کن. از تو منتظری خبری خوب هستی. روزداری شود این کار را با یک تیر به هدف میرسانم. نگران خوب، نباش. کمی مهارت را بینیم. آقای مینیک، آقای مظهر 1 ساعت پس با کمیسیه ثبوت میدهد. بخیر از لیلا. مزد نیست دخترم. خیلی خواطرم آقای مینیک. بعد از نوبروری عملیاتی در جزیره بوده، اگر در این کار هم موفق نشویم خیلی بد میشه. ما تواناییم. حل می شود. نگران نباش. پرونده‌ات آمد. کنی بینیم در حقیقت در محبس بودی یا اینکه روی راست با ما دروغ میگویی؟ شما با من باور نمیکنید. مرحمت، شما هم خوانده بینید. انشاءالله که آقای مسر همش یگان چی گفتی؟ نه من همه گفته هایم را گفتم. چی شد جناب؟ طبق حجت‌های اینجا بوده راست میگویی. فاتح میرتاغلو در محبس بوده است. آدمی بزرگ آقای مسهر. پسرم چرا خود به خودت گپ میزنی؟ یگان گپ داشته باشی آدم بر این گپ زن. ما هم گوش کنیم. در دستم حجت هست که تو یگید گندو زلط میباشی. در اینجا باشد آن آدم را مرده نشان دادن. خودش چی گپ؟ شما آدمانی صاحب معلومات هستید. شما خود سرفهم این کار نروید، من چخیل میروم. با من گوش کن. تو مثل آدم راستش رو بگو. کمیسیه را شما تشکیل کردید. حقیقت را عیان کردن هم وظیفه شما می باشد. مرا در این کار همراه نکنید. میابیم، نگران نباش. در این دولت کسی را اجازت نمیدیم که قانون و حقوق را ویران کند. همش را کافته مثل تو بر این شخصان را میابیم یگی. نگران نباش. باز هم یگید میگوید. گوش کنید، نام من فاتح مرداغلو. حالا باشد بجای آمدت پس میگردی. بعد تو را از آنجا میبراریم. هر وقت که بخواهید. به این هم در درون بسیار زیغ شدم. جای وز کنی بسیار خوب است. با دقت شوید. کار را من تمام میکنم. تو باشه هوشیار شو. فهمیدی؟ خوب شده سردارم. آقای مسهر عجب نابکاری بوده است. من گمان کردم که او آدم است. تو در اینجاییست. من خودم تنها این کار را حل میکنم.
چیکار کردی فاتح؟ همش را فهماندم. خوب کردی. التماس جواب ده آخر. با اینجا با تلفن در آمدن من است. التماس تلفنی عالی جناب را گیرید. مایلش سردارم. خوب شده است. مرحمت. آیا می توانم فهمم که برای چی در این جایم؟ یگید گندوزالد نام شخص رو میشناسی؟ یکم بار میشنوم. این زمان چی کاره اید؟ در یک دانشگاه شخصی درسی رابطه های بین المللی را میدیم. آیا عنوانی اکادمیکی دارید؟ بله، پروفسور هستم. در حق شما سخنهای جدی پهن شدند. شنیدم، اما یگان علاقه ندارد. در روزنامه خواندم ادعاهایی که عاید من هستند به شما ناپرسیده جواب میدم. من یک معلم عادی هستم، با سیاست کاری ندارم، دست به یگان قانون شکنی هم نزدم، در حیاتم مرا جریمه هم نکردند. به پیر مرا که در بمانه، هرچند سکندر زمانه. خواهش میکنم با در اون عالی جناب، میگوید که یک معلم عادی میباشم. فهمیدم. آیا شخصی که در قیدها حکم مرده را دارد یگید گندوزالد میباشد یا اینکه فاتح میرتوغلو؟ ادعا میکنند که شما همراهی او بر این شخصیت دست به یک قطار جنایت ها زده اید. آقای سردار، خیلی که خودتان عرض کردید این سخنها ادعا میباشند، معلومات اثبات شده نیستند. آقای مظهر، آیا زنده شدن یگید گندوزال و عملیات سویقست علیه پیشوایی در جزیره بوده هم دروغ است؟ در بین اینقدر شاهد زیاد این گونه سوال دادن به کمیسی بزرگ نمیزیبد. از روی حقیقت سخن کنیم خوبتر می شود. پس نوارهای در دست بوده چی؟ آنها هم دروغند؟ همهش تقلبی می باشد، همهش ساخته است. انا اینها باشند حجت هایند. یک فیلم با نام آدم های سردار بود، این را می دانید. در آن فیلم یک آدم برای مخفی داشتن یک جنجال سردارش فیلمی تقلبی ساخته بوده است. طبق فیلمی تیار کردهش گویا با آلبانیا آماده جنگ است. باقی مانده ای کار معلوم. حالا این دلیل های گفته ای تو تقلید این فیلمی بد می باشد. یعنی با گفت شما این حادثه ساخته می باشد؟ معلوم است که این عملیات سویقست در این سرزمین نقشه فتنه‌گران و اغواگران می باشند. حجتی که به شما دادم اثبات می کند که این نقشه تشکیل کرده اغوای آنهاست. مرحمت، می توانید تفتیش کنید.
پس آن نوارهای در تلویزیون ها علیه پیشوایمان میبخشید. پیشوایی در جزیره بوده که جانش را با یک عذاب خلاص کرد. چی می شود؟ کنی گپ زنید آقای مظهر؟ مثل سخنان همیشگیتان نقصاندار سخن کردید. مرا دروغگوی می شمارید؟ دروغ نه، من حقیقت را میگویم. شخصی در جزیره بوده جانش را خودش خلاص نکرد. جان او را چطوری که خودش هم قید کرد شخصان دولتی خلاص کردند. یعنی که یک گروه آدم های مرده؟ اینجا مسئله اساسی یک گروه آدم ها نیستند. مسئله اساسی زنده ماندن پیشوای شما بود. آیا با سخنهای من راضی نیستید؟ روشن‌تر سوال میدیم. آیا فرمان عوض کردن مقامات را گرفتید؟ زنده بودنش مشکل می شود گفته تا به آن جای رسیدید که از مردهش مدد می پرسید. از حد گذراندی؟ از حد نمی گذرانم. در حضور کمیسیا از دهان شما شنیدن می خواهم که آیا مرگ او از زنده بودنش برای شما خوبتر است یا نه؟ همین را پرسیدنیم. بس کن. شما اینجا برای سوال دادن نه و برای جواب دادن آمدید. آخر شما سوال نمیدید بلکه روی راست گناهکار میکنید. این کمیسیا ماهیت خود را گم کرده است. دیگر در اینجا ایستادن نمیخواهم جناب سردار. اینش باز چیگاه؟ کمیسیا را خودتون طلب کرده اید، پس اینجا را ترک کردن یگان معنای ندارد. اگر یگان سوال دیگر نداشته باشید آقای وکیلان اجازتی رفتن میخواهم. اگر لازم شود باز مراجعت کنید. من چیزهایی میدانستم را نیز با دل و جان میفهمانم. سلامت باشید. شما هم سلامت باشید. خوش آمدید. فهمیدی؟ تو هم احتیاط کن. کارها بد. خدایا به من کمک کن. کو اینجا بیا. مرا سرده. تو چیکار میکنی؟ اصلا تو با این سلاح چیکار میکنی؟ ما بازیچه ای تو بر این آدم ها نمیشویم دخترک. مرا سرده وگرنه آقای مظهر. آقای مظهر را چیکار میکنید؟ قصد کشتن او را دارید؟ نه، شخصی که او را میکشد پیش راه او را میگیرم. مگر من احمقم که به تو باور کنم؟ اگر مرا سر ندهی بعد از این پشیمان میشوی. تو چی گفتنی؟ گوش کنی گید. شاید باور نکنی اما من برای آقای مظهر کار میکنم. خب البته که باور نمیکنم. حاصل کار تمام. جناب تلفنتون ما. مرحمت. تشکر عرض میکنم. سه مراتب لیلا زنگ زده است. عجب چی گپ شده باشد؟ ای تو چه خیلی انسانی؟ سرده مرا. بامده. انا نگاه کن. دیدی که زنگ میزند. الو آقای مظهر یگید این تویی؟ ندم آقای مظهر، این دختری در چچکه بوده. لیلا در دستش سلاح به طرف شما می آمد جناب. به فکرم نیتی سوی قصد دارد. سوی قصد؟ زنده باد آزادی خلق کرد. آقای مظهر. آقای مظهر من حالا نمردم. مظهر تو را نکشتن.
نمیروم. این سخن را بسیار آدم ها گفته بودند چایچی. دیگر پروا هم ندارم. دیگر این سلاحی که برادران مرا پرانده استفاده برده نمیتوانی. شما پیش راه آزادی دولت کردها را گرفته وقتی که این سخنها را میگویی آیا از حال خودت فکر نکردی؟ به حال من چی شده است؟ در زمین غیلیده پریشان شده ای. در دم مرگ برای زنده ماندنت احتیاج به من داری. اجل یک از تغییر نمییابد. من حالا به تو دست یاری دراز میکنم. تو را به بیمارخانه میبرم. سردار من او را میکشم. شخصی که به شما دست مدد دراز میکند شما پرانده نمیشوید. از خودت چه حال داره جناب؟ آقای مظهر خوب استید؟ من خوبم. با من چیزی نشده است. پس خواهیم در درونمان تو بودی. خواهیم تو بودی. خواهیم. آقای مظهر شما چی کار میکنید؟ شما را از زیر تهمت بزرگ نجات میدیم. سلاح را به من ده. چی کار میکنید جناب؟ چایچی را برای عذاب دادن با عصایم نزدم. در سوالهای دادش خودم را محافظت کرده زدم. آخرین چی لازم بود؟ وقتی که پلیس تطبیقات میگذراند خواستم که ایزی انگشت من هم باشد. تا پنچه را من استفاده بردم. باید در دستم ایزی بارود باشد. برای همین پراندم. همین طریق شما اثبات میکنید که هنگامی به شما حمله کردن چایچی شما برای حمایه خودتان پراندید. خودتان در حالت وزین هم باشید. فکر دیگران را میکنید. انسانی بزرگ همین خیل میشود. رفیقان باید همیشه هوشیار باشیم. همه وقت آماده باید باشیم. با شما برای انسان نجیب کار کردن برای ما افتخار بزرگ است جناب. در اینجا بود است. زودتر بچه ها زودتر. در جایت است. دستان اطراف گوش کن. هر کی را نجات دهیم سرمان به بلا میماند. خدا حافظ پسرم. دخترم من میروم. مایلش دادا. دادرت خوب کرد. اگر بیترسی از آدم های ما یگان نفر آمده با شما ایستد. در کار نیست دادا. امین هستی؟ امینم دادا. دادا نگران نباشید. شما از پای کارتون شوید. مالش دخترم. شب خوش. به شما هم شب خوش دادا. منم خیلی دخترم. بیاید دیگر را دائم حرمت و احترام داریم و دوست داریم. البته که همیشه همین خیلی می شود دادا. خیر مالش. خدا حافظ. الو لبای نوربانا. اپای ارزو من با نزد شما اومدنی هستم. در یکان تاکسی نشسته؟ زودتر بیا. شما در کجا هستید؟ در طرف خانه کدیکوی می باشیم. یک سروید گوش میکنیم و هم غربت را دور میکنیم. فهمیدم اپای ارزو. مایلش
حاضر می آیم. مایلش جانکم تو بازدید ترسوندی مرایه؟ برای چی خاموشو نمی آیی؟ چرا میترسی؟ آیا تو خوب نبودی؟ خواب بودم بیدار شدم. دادم در کجاست؟ با کار رفتند. کنی به جایگاه خوابت رفت؟ تو با کی گپ میزدی؟ کوری تو چی با کی گپ زدم؟ زودتر به جایگاه خوابت رفت؟ پگاه درس داری. خود بشیرین کن. خدا حافظ. اپا چرا رو خاموش نکنید؟ مالش تو خواب کن. گمون کردم که دستگیر شدم. خیریت که نفهمید. ماموران اجازه دهید یک دو سخن گویم. خوب شده شما. با فکرم یکان گپ مهمی دارید. گوش کن یگید. لیلا را پیش از تو داخل ساختار چیچیکه در آورده بودیم. یعنی وقتی که دکتر مرا در تخانه پراندنی شد برای همین تو مرا نجات دادی؟ بله، طبق گفته تو لیلا جاسوس ما بود و باید این مخفی ماند. از من هم؟ بله از تو هم. این طور باشد چرا در مرکز لیلا شما را به اسارت گرفته؟ ساخت کاری بود، گویا که در حقیقت شده باشد. فهمیدم در حقیقت لیلا نقشش را خوب میبازیده است. چیزی که از دستم آید میکنم. لیلا زودتر اینجا را ترک کن. یگیت را به حبسخانه میبرند. نباید ما را یک جا ببینند. کامیره های در اینجا بوده واقعه را ثبت کردند. نگران نباش، من حل میکنم. آقای مظهر شما را یک دقیقه ممکن است؟ خوب شده است. به افتخار افشا شدنت برای نجات دادن جانم از تو تشکر میکنم. من وظیفه خودم رو اجرا کردم. من یگی فاتح محمد هر چیزی که خواهی گفتن گیر. من عذر میخواهم. مرا ببخشید التماس. خیلیت که نشکسته است. بله تشکر. اگر به تو دغلی و گستاخی کرده باشم البته ندانسته. میفهمم، پروا نکنید، کار همین خیل است. بله عذر میخواهم. من اصلا چندان آدمی بد نیستم. میدانم. میدانی؟ یعنی در یک وظیفه کار میکنیم. از جهت کار میدانم. یا میرویم؟ میرویم آقای مامور، میرویم. خیر تا بازدید. یعنی در فعالیت مشترک از جهت کاری. بله تا بازدید از جهت کاری.
بس از پریشان مشو. به خود بیا. ببخشید آقای مظهر. فراموش نکن دیگر ملکه نیستی، تو لیلا هستی. بله متاسفانه. نخست با بار یکم وخوردنم رو به یاد آوردم. از هیجان دلم به زدن در اومد. قریب بود که سلام من ملکه می گفتم. هرگز این فکر را نکن. از عقلم گذراندن یک طرف استاد. او را از عقلم برآوردن نمی توانم. او را که بینم روزهای گذشته به یادم می آیند. تو دختری با عقل می باشی. حسیاتت را نظارت کن. کاش نظارت چی نمی شدم. کاش گفتم می توانستم که من ملکه هستم، من زدی تو هستم. کاش آقای مظهر انسانی عادی می بودم. گوش کن لیلا، ما انسانهای عادی نیستیم. ما برای خودمان هدف و وظیفه های هر خیله داریم. بله. گوش کن، از این پس لیلا زود با یگیت روی بروی می شوی. ملکه نه، یگیت با لیلا بر به بر می شود. خیر، اکنون تو برو. آیدی حادثه های شده برای بیگناه بودن خودت یگان سیناریا تیار کن. از تو نباید شبهه کنند. فهمیدی؟ در علاقه می باشیم. مایش. عجب اونها در کجایند؟ سلامت باشی زیبای من. رحمت جانکم. نوشی جانم. الو نوربانو. اپا شما در کجایید؟ جانکم تو رو میبینم. ما در اینجاییم. بیا. دیدم شما رو. خوب کردی که آمدی جانکم. از دیداری شما شدم اپا جان. بیا اینجا شین. بیا. خوش آمدی زیبای من. خوش باشد بابا جان. اینجا شین. لابا جناب. زودتر برای این خانم زیبای جهان خدمت کنیم. چی می نوشید جناب؟ آبی میوه میخواهم. چگونه شراب میخواهی جانکم؟ این شب ما گرفتنی ادراک پلیت رو میشوییم. زیبی این نشست شراب است. همین خیر؟ یک قدح دیگر شراب بیارید. نه 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 نه. جانکم التماس نوربانو با ما شراب می نشی؟ وای آخر نمیدونم. یک خیل چیزها رو نباید دانی نوربانو جان، باید اجرا کنی. شراب یکی از عامل‌های جمعیتی می باشد. جناب خانومش دستال است یا نه؟ هیچ خیلی سوال می باشد. از کی باز این گونه احمقی ها رو در اینجا سر کرده اید؟ و دختری با تربیه می باشد. میخواستگی کار رو در میخواستگی مکان میکند. عذر میخواهم خانوم. اما من یگان مراتبه ننوشیدم. خوش رو یکی من بگذار این باری اول باشد. مرحمت نوشی جان. کنی قدح ها رو بردارید. برای آینده درخشان نبیره من می نوشم. گیر اکنون
نترس جانکم، ما با تو هستیم، هیچ گپ نمی شود. برای سلامتی. برای سلامتی نبری زیبایا. برای خوشبختی آینده. حالا همین خیل جانکم، چه خیل خوب است همین خیل؟ اوچه جان نمورد. اوچه نمورد. اپا در کجایی؟ اپا در کجایی؟ اپا در کجایی؟ انشاءالله این مراتبه سینان را دستگیر خواهیم کرد. آنو با کار قاچاقچی را افشا میکنه. خدا خواهد رفیقان، خدا خواهد. کم از کی باید می آمد؟ کم من سردارم، در نزدیکی می باشد. حالا الپرین چی شد؟ ای دادا اپام در خونه نیست. چه در خانه نیست؟ نمیدونم دادا. با کجا رفتن شبتو نگفت؟ وقتی که من خواب بودم رفته است. میترسم دادا و خونه بیایید. اوی اپا یگان گپ نگفت؟ من از رفیقانم میروم نگفت؟ با کسی در تلفن گپ میزد. میگفت که در طرف خونه کدوکای کیمچی. مالش پسرم نترس. من آمده نتوانم هم یگان کس رو روان میکنم. مایلش دادا. ولکن تو به خانه مو برو. مرا در راه میفراری. الپرین در خانه می باشد. حادثه رخ داده است. اطاعت سردارم. نوربانو همراهش نیست مگر سردارم؟ نه، من با گفتن او میروم. ما هم بیاین سردارم؟ نه، شما در اینجا ایستید. یگان گپ شود خبر میدیم. خیر و شما براری کن. تشکر سردارم. تو الپرین رو خوب نگاه کن. خوب شده از سردارم. مالش خیر. گیر جانکم. داده هم زنگ میزنند. جواب نده نوربانو. این خیل نمیشود. برای چی نمیشده است؟ باید نشسته خورا خوردن من نیست کم. اوه هنرم. میبینی که به سرم چه ها می آید. الپرین در خانه تنها. نوربانو باشد با کیم کی ها. کنی این تلفن رو به من ده. گیر. اگر حاضر بروی با خورم عزیزا شناس شده نمیتمونی. آیا این دخترکی زیبا با من شناس نشده رفتنی بود؟ خوشم. سلام. گوش کن نوربانو، خانم عزیزه اومد. خانم عزیزه، این دخترکی زیبا نوربانو می باشد. گوهرکی آقای سینان است. بسیار میخواست که با شما شناس شود. دختر جانم بسیار زیبا. خانم عزیزه شناسای زیادی دارد نوربانو. او برای در خارج تحصیل کردنش و به غایبانه تشکیل کرده است. برای آینده خودت واخوری مهم می باشد. خوشحالم که با شما شناس شدم. این جیانی من مراد. ممنونم. بیا مراد جان اینجا بشین. تشکر. پیش خدمت. لطفاً برای مهمانان نومان خدمت کن. خوب شده است جناب. باز این آدم از دست ما نجات یافت. خودش چی گپ؟
خودتون رو عصبی نکنید. امروز که نشد پگاه حال میکنیم. چی شد؟ چهل شد. مظهر هنگام سوء نجات یافته است. چایکی رو با یک آدمش کشته است. اگر مظهر این کار رو با عقلانه استفاده برد، پس از این حمله ها اعتبارشان زیادتر می شود. تو در کجاها بودی زبانیسای من؟ سگها را سیر و گز میدادی. در کجا بودی؟ بیکار نگشتم، کار کردم آقای پیکاس. بس است. از پای آقای مظهر بودم. یگان چیز یافتی؟ همه چیز رو این کار کرده است. بس است. آخر من کردم نمیگوید. تو از این پس از بری من دور نمیشوی، مثل سایه هم میشوی. مایلش هر چیزی که شما خواهید. آرام شو، آرام شو. لیلا تو خفه نشو. عصبهایش ویران است. نباشد شخصی حلیم است. هیچ پروا نکنید. من میدانم که با آنها چیکار کنم که یمینی. فرماندهی جناب. پگاه این کار رو تمام میکنی. کنی بینیم آقای مظهر این مراتب چیکار میکند. این مراتب مظهر را کی نجات میدهد ها؟ اکنون من چیکار کنم؟ یگید تو رو خیلی پزمان شدم، خیلی پزمان شدم. خدایا به من کمک کن، قوت ده، صبرتو کن. آی وای، لیلا جاسوسی آقای مظهر بوده است. پس ما هم فکر بوده ایم. یعنی در فعالیت مشترک از جهت کاری. بله تو بازدید از جهت کاری. آقای مظهر مرا در اینجا محکم کرد. انشاءالله که دانسته کرده است. نباشد من در اینجا نمی ایستادم، این دیوارها را چپه می کردم. برای کار برادر. تشکر جناب. پروانه در کجا با چه کار مشغول می باشد؟ خیر اینجا به تو معقول شد؟
بسیار هم خوب. اگر این دفعه آمدید مرا حتما خبر کنید. البته وقتی که تو خواستی چرا نمیشود؟ یک عمر در سیر میکنی. کیف و صفا هم لازم است. همین خیلی نه؟ آرزو راست میگوید نوربانو جان. وقتی درس وقتی کیف و صفا با رفیقان هم باید شود. سینان بیا رقص کنیم. رفتیم. مایلش جان میرقصیم. تو با نوربانو رقص کن. بیا ما هم رقص کنیم دختری زیبا. وای چیز. اگر من می بودم این گونه جوان رو رد نمی کردم. هیچ چیز نی. مزه و لذتی حیات را میبراری. مثل زنهای بی عقل خونشین تو را نمیزیبد. اینجا برای کیف و صفا آمدیم. کنی خیز؟ خواهش میکنم. نوربانو در کجا باشد؟ نوربانو دخترم تو چی ها میکنی؟ سردارم با الپرین یک جا میبوشم. شما چیکار کردید؟ نوربانو رو یافتید؟ حالا نه. گوشک را با الپرین بده. دادات با تو گپ زدن میخواهد. الو دادا. خوشر بچه من چی شد؟ آیا گریه میکنی؟ در خوبم اوچم رو دیدم دادا. بعد خواستم که اپام نیست. خیلی ترسیدم. نترس پسرم. من اپاد رو گرفته میایم. آیا امین هستی که اپاد در مهمانخانه کدیکوی است؟ در تلفن همه خیلی گپ زده بود. مایلش. وقتی که به خانه آمدم یگان چیز بیارم. نه دادا شما بیاید بس است. مایلش پسرم. مایلش من اپاد رو گرفته میایم. تا بازدی. زودتر بیاید التماس. مایلش پسرم. پسرم برای چی ما را ناراحت میکنی؟ آدم ها برای تسلیم بارها رفتن. پیکس حتما آدم هایش را برای یاری روان میکنه. نگران نباش محکم میکنم. مایلش ما با پیکس خبر میدهم. سهر تو را پیش وز میگیریم. شبی خوش. با کی گپ زدی؟ سهر آقای یلدش می آید. پیکس رو انتظار است با او صحبت کردم. چرا می آمده است؟ کار پیکس البته یگان نقشه دارد. خیر مایلش بیا رقص کنیم. اینقدر کار بس است. رفتیم جنکم؟ صفا کنیم کنی بیا. ویدادا کنیم. دارم اینجا بوده ایم. بیا بس کنیم. ناوسر کردیم که نوربانو. نوربانو جونکا میخیل نکن. امشب شب دوست نوربانو لذتش را برار. شکر که آمدید. بسیار انتظار شده. از بیکاری قریب که میمردیم. خوب بار را فرانند.
خان سر میکنیم با دقت باشید. نجیب سردار را انتظار نمیشویم. کای آمدن نجیب سردار معلوم نیست. آنها را نباید از دست دهیم. پلیس سلاح را پرتاب کنید. پلیس زودتر سلاح‌هایت را پرتاید. سلاح را دورتر کنید. حرکت نکن. با دقت باشید. کمیسرم با دقت باشه. با دقت باشید باشه. گوکخان تو خوب هستی؟ احوالم بد است. زودتر یاری تجلیل را جیغ زنید. احمد یاری تجلیل را جیغ زنید. акай ниёзӣ хуб ҳастӣ? ба мавқеи теппаи усто фавран як мошини ёрии таъҷилӣ. такрор мекунам, заду хурд шуд, ду маъмур захмгир шудааст. ба теппа усто фавран ёрии таъҷилӣ равон кунед. кани гап зан шеракам, силоҳро гирифтӣ? майлаш, шумо ба анбор рафта мунтазир шавед. духтурро ба он ҷо равон мекунам. ҳамин миник ҷонам, одам гуфтани ин хел мешавад. ҳам силоҳро гирифтааст, ҳам ду полисро ҷу паррондааст. بسیار خوب، بسیار خوب. تیرهایی که از سلاح‌ها میبراید سخن برادری کردها را با ترک‌ها به خاک یکسان میکند. و چی میشود؟ به شما باز از سر نو اقتدار پیشینه‌تان را برمیگرداند. زنده باد پیکس جانم. نجیب کدام نجیب؟ دادا؟ دخترم خیلی با من بیا. راگرد دادا ایستا نجیب. آنها تنها رقص بازی میکنند. کاردار نشو. دور شو از پیشم. حالا با تو کاری ندارم. دادا دستم درد کرد. دادا همش رو میفهمونم. خطا نفهمید. فیلم سهراب محمود. تولد او خطا بود. گفتم اعتباری چیه؟ زندگی او پر جفا بود. کارگردان آدم نورف. جستجوی مادر از یک طرف، شکستنهای عاشقانه از دیگر طرف. نهایتش چیست؟ در نقش‌های اساسی اولین محمود، نگورای رحیم. با شما فهماست؟ 31 دکابر. و این چی میگویی؟ کاخ جمعی ساعت 13. نیروی محبت.
استاد به شما یک سوالی دارم. ریسک فقیر و دارا از دیگر چه فرق دارد؟ این را از دختر خودت پرس. نه خود من هم کلان شده آدمی بد شوم. اجازت بدهم که با بهار دوگانه شوی. یعنی شما از خانه گریختید؟ من نمیروم من در نزد بهار میمونم. تو را از زینب جدا نمیکنم بهار. سخت ترسیدم امک جان. بینندگان عزیز توجه نمایید به این خبری اتصالی. روغن تازه اتصالی برکت پیشنهادی خریداران گردید. این روغن با تکنولوژی جدید از بهترین پنبه‌دانه پخته آماده گشته صفت بلند غذانوکی دارد. استفاده آن در تمام نمود طعام‌ها کفالت لذت بوده هنرمندی آشپزان و کدبانوان را دوچار می‌گرداند. خوش‌طعمی در برکت است. روغن برکت را از مرکزهای سودا خریداری نمایید. تلفن ها برای خریداری یک لوح و چکنه 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 روغن برکت در خانه هم آسانی میبخشد. روغن برکت برکتی دسترخوانی ما به شما.